خود حضرت علی کرم الله وجهه گفته بود که شما خودیار دوستار از خود خفه نسازید، بیگانه نسازید که یه باز میره طرف دشمن و طرف بیگانه. همین شده. ببینم میال فیلم در اکثر کشورهای اسلامی اتباع از یا به انتخابات امریکا خوش رو خفه میشن، با آمدن ترامپ توجه میکنن. چرا ترامپ برای ازیا چی؟ امریکا رو برای چی؟ چون یا از ظلم و ستم و ناروای رژیم‌های داخلی خود آنقدر ناامید شدن که به یک بیگانه رجوع میکنن. یعنی ملت ها از پیش رفته، امیال مردم سوریه را ببینی، عراق ببینی، مصر ببینی، لیبیا را ببینی، یا خود اسرائیل به شمول افغانستان، به شمول مناطق پاکستان، به شمول بعض کشورهای دیگه، همشان توجهش اون طرف است. از او امید میگیره، از کفر و نصارا و ازیا که باشه اگر در حال مچیز ناامید شدن از دولتهای خود، ناامید شدن از رهبرای اسلام در جهان. حالا من قبلا یادآوری کردم در ریاض 56 کشور 57 کشور اسلامی میه نتیجه هیچ میشن، چون یا پشتیبانی ملت خود ندارن یا قوت نیستن.